سلام و درود به کانال خودتان خوش آمدین. و اولا که برای اشخاصی که به مرحله دوم بورسیه اوپن دورز روسیه کامیاب شدن از صمیم قلب تبریک میگم و در این ویدیو به شما آموزش خواهیم داد که چه شکلی به مرحله دوم بورسیه روسیه یا مرحله امتحان بورسیه روسیه رجیستر کنین. و امروز تاریخ 3 دسامبر 2024 است و تا فردا شما وقت دارین تا برای امتحان بورسی روسیه رجیستر کنید و در غیر از اون صورت وجه شرایط نخواهید بود و از امتحان جا خواهید ماند. پس این ویدیو رو لایک کنین و همچنان وارد کانال ما شوین، یعنی کانال ما رو سابسکرایب کنین تا از جدیدترین اطلاعات با خبر شویم. خب بریم سراغ آموزش. اولین کاری که میکنین داخل سایت اوپن دورز، این سایت رسمی خود بورسی اوپن دورز است و در قسمت پایین آخرین مهلت که پورتفولیوی شما تکمیل میکنین بورس نوامبر بود که تمام شد. خب حالا راست مرحله استیج دوم و در قسمت پایین هم لیست برندگان مانده و شما میتونید در قسمت ببینن و چک کنین که واقعا شما کامیاب شدین یا خیر. و دوم شکلی چک میتونین بیاین داخل پروفایلتان. داخل پروفایلتان که آمدن در این قسمی به شما نشان میدم. البته من این ویدیو رو قبلا این ثبت نام به شکل آموزشی هم تو سرسرکی آموزش دادم که خوشبختانه 36 نمره از 45 نمره گرفتیم و کامیابم شدن این اپلیکیشن. خب موریم سراغ آموزش که چه شکلی امتحان برای از این سپری کنیم. خب شما میتونید در این قسمت معلومات عمومی تان بخورن و قبل از اینکه سراغ امتحان برین شما باید 100% یک بار دیگه موتیویشن لیتر تان مرور کنین. این خیلی مهم است، موتیویشن لیتر تان مرور کنین. خب مرحله فرست استیج که بیاین و در این قسمت شما کامیاب شدن تان یا کامیاب نشدن تان موفق مشخص میشه. بعد از اینکه مشخص کردین که شما کامیاب شدن یا خیر، میایین سراغ استیج دوم یا سکند استیج. در سکند استیج شما چند بخش دارین. البته یک پول بهتون میاد 5 سوال که در شما 5 سوال 6 سوال به شکل دقیق جواب میدن که مثلا به بورس روسیه راضی هستن. این شکلی به شکل یک سروی است. سروی یعنی یک مرور که واقعا شما یک تحقیق یک چند تا سوال است که از کل سوال میکنه که چه شکلی است، چرا مثلا از کجا مثلا بورس روسیه را شما پیدا کردن یا وب سایت پیدا کردن. چند سوال است و هیچ تاثیر روی اپلیکیشن تون نداره و اگر اشتباه کردن هم فرق نداره. و سکند استیج است. برای سکند استیج باید شما چیکار کنین؟ اولین کار میکنین رجیستر فور سکند استیج است. یعنی باید شما رجیستر کنین برای مرحله دوم بورسیه اوپن دورز روسیه. بیاین چیکار کنین؟ اول عکس تان آپلود میکنین، بعد از عکس آیدنتیتی تان مثلا داکیومنت هر چی دارین، پاسپورت مشخص میکنین، نامش مثلا پاسپورت است، تذکره است. خب ما برای آپلود کردن عکس خود روی فوتو کلیک میکنیم و میایم و عکس خود دقیق انتخاب میکنیم. فوتو رو انتخاب میکنیم از قسمت. خب بعد از اینکه عکس تان انتخاب کنید در قسمت مشخص میکنین تایپ داکیومنت تان است، آیا آیدنتیتی کارت است یا پاسپورت است. ما مثلا پاسپورت انتخاب میکنیم و بعد در این قسمت اسکن دقیق پاسپورت تان به شکل جی پی جی یا پی دی اف یا پی ان جی آپلود کنین. ما موریم به شکل مثلا چی آپلود میکنیم؟ پی دی اف آپلود میکنیم، نشنال پاسپورت. بعد مثلا پی دی اف انتخاب میکنیم و آپلود میکنیم. خب حالا این شد، آپلود شد و شما میتونین مثلا این قسمت یک جای دیگه مونده که مثلا یک روی پاسپورت میتونن در این طرف، یک رویش در اون طرف، فرق نداره. بعد از اینکه در این قسمت تمام شد بیاین I have familiarized begin، یعنی شما تایید میکنین با از چیز و روی سیو بزنین تا ثبت نامتان یا رجیسترشان تکمیل شونه. خب حالا چی گفته؟ ما بزنس منیجمنت انتخاب کردیم. حالا چی گفته؟ in order to participate in the exam of the second stage of the Open Doors Scholarship Project you have to register. یعنی باید رجیستر کنین و دیدلاین ما قبلا بهتون گفتم که 4 دسامبر ساعت 23:59 با وقت مسکو است. یعنی ساعت 23 بجه ساعت تقریبا 11 بجه به وقت افغانستان میشه، تقریبا 12 به وقت مسکو میشه که تفاوت بین مسکو و افغانستان 1.5 ساعت هست.
و شما میتونین تا ساعت تقریبا 1:30 بجه شب میتونین چیکار کنین؟ رجیستر. بعد از اینکه این رو تکمیل کردن روی select at time slot کلیک کنین، مثلا برای خودتون یک تایم مشخص کنین در کدام تایم میخواین امتحان شما گرفته شود. در دسامبر مثلا دسامبر 5 ساعت 9 بجه، 12 بجه، 16 بجه، یا مثلا تا تاریخ 12 دسامبر در 10 دسامبر بهتون وقت داده که تا کدام تاریخ. در یک از تاریخ ها را مثلا انتخاب کنین. البته این تاریخ ها رزرو شده و فقط فردا مانده و در قسمت ها رزرو دیز و این تاریخ هایی که پایین است 8 دسامبر، 9 دسامبر، 10 دسامبر اینا رزرو شده و شما نمیتونین انتخاب کنین. فقط 5 دسامبر یعنی فردا وقت دارین که شما باید این مرحله را پر کنین. من فردا بهتون ویدیو میگیرم و 100% در این قسمت بهتون آموزش میدم که چه شکلی من امتحان سپری کردم، چون این امتحانی است 100% مشخص خواهیم کرد. و مثلا ما فردا ساعت 9 تا 12 یا یک تایم انتخاب کنیم که با وقت دانشگاهی ما در اینجا ست باشه. مثلا ما ساعت 6 تا 19 را انتخاب میکنیم، یا خب 12 تا 30 را انتخاب میکنیم بهتر است و بعد روی اوکی کلیک میکنیم. بعد از اینکه اوکی را کلیک کردم و حالا شد، حالا ما رجیستریشن تکمیل کردیم. یو ار رجیستر 5 دسامبر باید وقت خود دیوریشنش هم 3 ساعت است و تقریبا 45 سوال هست که ما باید پر کنیم. خوب در این قسمت فقط رجیستریشن بود. شما رجیستریشن تکمیل کردین. مرحله بعدی امتحان است که در ویدیوی بعدی منتظرش باشین. 100% 2 ساعت بعد دیگه آپلود خواهیم کرد. ویدیوی بعدی در رابطه با امتحان است، قوانین امتحان و راهنمایی و همچنان یک تریک بهتون یاد میدم چه شکلی از امتحان بورسیه روسیه سربلند برایم. و چون این امتحان واقعا سخته است، صفحه شما رکورد میکنه، از شما چت جی پی تی استفاده نمیتونین. خب شکلی کنیم که در امتحان مرحله دوم همچنان موفق و سربلند برایم. حتی از شما ویدیو میگیرم، لحظه که من ویدیو میگیرم به این شکل شما را در یک قسمتی از گوشه اسکرین تان به این شکل میمونه و شما نمیتونین این طرف نگاه کنین یا این طرف نگاه کنین. شما دقیق باید به اسکرین نگاه کنین و این مراحل در ویدیوی بعدی 100% به شما آپلود خواهیم داد. پس تا ویدیوی بعدی خدا یارتان و لایک و همچنان کامنت ویدیو فراموشتان نشود.